مقامات آمریکایی میگویند هنوز روشن نیست که نظامیان کره شمالی کی و چگونه در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. آنها چیکار میکنند؟ باید دید. حضور چند هزار نظامی کره شمالی در میدان جنگ شاید تغییر جدی وارد نکند، ولی پیامدهای آن را کارشناسان نگران کننده می‌دانند. چون به نظر می رسد که کره شمالی از شریک استراتژی با روسیه که به این کشور سلاح می دهد به یک طرف جنگ تبدیل می یابد. این تلاش ها به شکل گرفتن یک اتحاد نزدیکتر است. کاخ سفید همکاری های کره شمالی و روسیه را خطرناک و نگران کننده نامید. این به جنگ در اوکراین تاثیر دارد. به وضع در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز بی تاثیر نیست. این مقامدار آمریکایی گفت که ایالات متحده آمریکا در این باره با چین تماس گرفته است و می‌خواهد نظر این کشور را در این موضوع بفهمد. او به کره شمالی نیز هشدار داد. اگر سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین اشتراک کنند، حمله به آنها برحق است. جان کیربی گفت استفاده سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین نشانه ضعف و ناامیدی روسیه است. آنها در شرایط قرار دارند که به ارتش بیگانه تکیه کردند. نشانه آن است که ارتش این کشور در حالت بد قرار دارد. ایالات متحده آمریکا گفت روزهای نزدیک علیه کشورهایی که به جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌رسانند تحریم‌های نو جاری خواهد کرد.